چی مثل یه اوپل یا اپل من در مورد گوکار چیزای متفاوت شنیدم. میگن که خاک گونه میاره اما بعد 2-3 سال مثل که بیفته پایین صورت دیگه به خاطر شدن این قسمت پوست، یعنی مثلا 5 سال آینده. خب سوالت هم یه قسمتش درسته هم یه قسمتش غلطه. ببین تمام عملهای جراحی برای یه سری سنین مناسب هستن، برای یه سری سنین نامناسب هستن. ممکنه یه خانمی باشه اصلا 35 سالش باشه، سن خیلی نرمالی هستش، برای پوست خیلی پوست شل و افتاده باشه. ما هیچ وقت برای این مریض نمیام نه عمل بوکال انجام بدیم نه لیپوی کردن، علتی که این پوست قوام نداره و شل میشه. برای یه پوستی که قوام خوب داره مثل پوست شما، این چربی باعث میشه که پر شدن ناحیه زیر گونه اتفاق بیفته. وقتی ما چربی رو تخلیه می‌کنیم هیچ گونه افتادگی صورت براتون در آینده نمیفته، مگر اینکه شما بخواید خیلی وزن کم کنید، عضلاتتون کامل بخواد بیفته که یه روند طبیعی است.